اینجا یزد است، شهری که میان کویر مثل یک معجزه از خاک برآمده، شهری که قدمتش به هزاران سال پیش میرسد و هنوز هم نفس تاریخ در کوچه پس کوچه هایش جریان دارد. یزد را نخستین شهر خشتی جهان می‌دانند، شهری که بادگیرهایش از دل گرمای سوزان کویر نسیمی خنک می‌سازد. وقتی در بافت قدیم قدم می‌زنید، انگار در زمان سفر می‌کنید. دیوارهای کاهگلی، سقف‌های گنبدی، درهای چوبی آبی رنگ و سکوتی که فقط با صدای پرنده‌ها و پای آدم‌ها روی خاک می‌شکند. بافت تاریخی یزد در سال 2017 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. اینجا یکی از کم نظیرترین نمونه‌های زندگی پایدار در دل کویر است، جایی که مردم با قنات، بادگیر، خشت و معماری هوشمندانه قرنها با طبیعت سازگار زندگی کردند. یزد فقط یک شهر نیست، یک حکایت بلند است. بنای هتل داد در سال 1307 شمسی حدوداً 1927 میلادی ساخته شده است. سازنده آن حاج عبدالخالق داد بوده است. اصل ساختمان یک کاروانسرا یا مهمانسرا بوده که همزمان محلی برای ذخیره کالاهای تجاری بوده و برای بازرگانانی که در مسیر کار حمل و نقل داشتند توقفگاه بوده است. این کاروانسرا تا حدود سال 1372 شمسی به کار اولیش ادامه داده است. سپس فرزندان خانواده داد تصمیم می‌گیرند بنا را مرمت کنند با این هدف که هویت تاریخی آن حفظ شود. ساختمان اصلی هتل حول یک حیاط مرکزی ساخته شده که حس سنتی کاروانسرا را زنده نگه می‌دارد. یک باغچه گودال هم در طراحی وجود دارد. این نوع معماری در شهرهای کویری مثل یزد برای خنک کردن فضا بسیار متداول بوده است. معماری هتل داد کاملا الهام گرفته از سبک سنتی یزدی است. آجر، سقف‌های قوسی، نورگیرها و استفاده از مصالح بومی کویری مثل خشت و کاهگل. موقعیت جغرافیایی و اهمیت هتل داد در قلب بافت تاریخی یزد قرار دارد. نزدیکی هتل به اماکن مهم تاریخی شهر مثل آتشکده زرتشتیان، مسجد جامع یزد، زندان اسکندر، میدان امیر چخماق و محله فهادان باعث می شود اقامت در آن تجربه‌ای خیلی عمیق‌تر از یک هتل معمولی باشد. به همین دلیل برای مسافری که دوست دارد تاریخ یزد را نفس بکشد و فقط اقامت نکند، هتل داد گزینه‌ای بسیار مناسب است.
یزد فقط یک شهر تاریخی نیست، شهری است پر از قصه هایی که مثل آفتاب کویر گرمند و مثل قنات‌ها آرام و عمیق. میگویند یزدی ها قناعت را خوب بلدند، هنری که مردم کویر در ساختن زندگی با کمترین ها دارند. یکی از حکایت های شیرین یزد این است: روزی مسافری از پیرمردی یزدی پرسید: تو این گرمای کویر چطور دوام میاری؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: ما یاد گرفتیم دنبال سایه نگردیم، بلکه سایه بسازیم. و همین بود که بادگیرها به دنیا آمدند، ساختمانی که باد داغ کویر را به نسیمی خنک تبدیل می کند. وقتی از این کوچه ها رد می شوی، انگار تاریخ تو را در آغوش می گیرد. اینجا شهر مردمی است که از دل کویر سایه، خنکی، آرامش و برکت ساختند. شهری که هر گوشتش یک حکایت دارد.